خوب باشه. من امروز اومدم کافه رو راه بندازم، زود اومدم چون دیشب اصلا خوابم نمیبرد و تصمیم گرفتم الان که کافه خیلی خلوته واسهتون یه ویدیو بگیرم. این کافه‌ای که من هستم یه کافه ایتالیاییه و کسایی که صاحبشن کسایی که شراب سازن توی ایتالیا و خلاصه حسابی توی کار شراب و اینا مهارت دارن. من قراره که یه دوره‌ای هم در مورد شراب ببینم اینجا که حالا فعلا فرصت نشده، ولی الان میخوام جاهای مختلف کافه رو بهتون نشون بدم. همینجوری میرم این ور اون ور و همه جا رو دونه دونه بهتون نشون میدم. تازه کروسان درست کردم، اینا رو هم حتما میخوام بهتون نشون بدم. خب بچه، این کافه‌ای که من توش کار میکنم کافه تریسته که توی کور شاپینگ سنتره. کور شاپینگ سنتر یه پاساژ بزرگیه توی مرکز شهر و ما هم تو طبقه سومشیم. منوها رو اینجا میبینین. اینجا یه سری نوشیدنی و میوه و چیزای ایتالیایی هست و خب اینجا هم که باره و ما هم نوشیدنی غیر الکلی سرو میکنیم هم الکلی، ولی اینا تخصصشون توی شراب و قهوه است. این هم که سالنشه. الان هم دیگه دکورا همه کریسمسی شده، ولی فکر کنم دیگه این روزا جمعش کنن به خاطر اینکه کریسمس پریروز بود و دیگه تموم شد. اینا رو من صبح درست کردم. اینا رو نگاه کنید، من اینا رو امروز درست کردم واسه اولین بار. حتی این آیسینگ روش رو خودم درست کردم. خب گفتم بیام اینجا بشینم واسهتون، هم صدا کمتره همین که منظره خوشگل‌تره. بچه‌ها کار توی کافه خیلی بستگی به شخصیت شما داره، به خاطر اینکه بعضی وقتا فشار خیلی زیاد میشه. کسایی که تحمل فشار زیاد رو دارن، یعنی توی موقعی که چند تا وظیفه واسه انجام دادن دارن، قاطی نمی‌کنن و جا نمیزنن، واسه این آدما خیلی کار کافه خوبه. به خاطر اینکه شما در لحظه کلی سفارش میگیری و باید فکر کنی که اوکی کدوم اول بزنی، چیکار کنی که زودتر سفارش ها بره و اینا. خلاصه که از این لحاظ کار پرفشاریه. از طرف دیگه شما باید تحمل دیدن آدمای مختلف، بعضی وقتا گپ زدن باهاشون رو داشته باشی و همینطور اگر که از کار کردن توی جاهایی مثل فروشگاه حوصله‌تون سر میره، کار کافه مناسب شماه. به خاطر اینکه من به شخص وقتی توی فروشگاه کار میکردم و احتمالاً دوباره مجبور باشم برام کار کنم، این مدلیه که زمان خیلی کند میگذره. شما فقط باید راه برین، با مشتری صحبت کنین. کار مهارتی نیست، یعنی شما بیشتر همون جنسا رو بشناسین و معرفی کنین و اینا اوکیه. و بعضی وقتا که مشتری کمه، مشتری نمیاد، حوصله‌تون خیلی سر میره. ولی کار کافه خدا رو شکر چنین چیزی رو نداره. من دوست دارم همیشه مشغول یه کاری باشم به خاطر اینکه زمان واسم زودتر میگذره و واقعا تو این کافه انقدر به من خوش میگذره و انقدر بعضی وقتا شلوغه که اصلا آدم وقت نمیکنه ساعتش رو نگاه کنه. حالا الان اولین روزیه که من صبح کافه رو باز کردم و اصلا هیچکی نیومده، فقط یه سفارش داشتیم. دیگه این که این از کار کافه. توی ایران و توی اینجا دوتاش هم تقریبا یکیه. آماده سازی داره همه این کافه ها. شما میای باید یه سری چیزا رو آماده کنی، پس باید معمولا زودتر از ساعتی که کافه باز میشه اینجا حاضر باشی. یه سری چیزایی رو آماده کنی، حالا نسبت به منویی که هست، درا رو باز کنی، نمیدونم چراغا رو روشن کنی، یخ آماده کنی و اینا. و این توی ایران و کانادا یکی بوده تا به حال طبق تجربه‌ای که من داشتم. و همینطور موقعی که داری میبندی کافه رو باید یه سری کارهایی رو انجام بدی دیگه. بعضی وقتا خیلی چیزای ریزی رو باید انجام بدی و یه سری تمیزکاری ها رو همیشه آخرش انجام میدی، به خاطر اینکه میخوای واسه نفر بعدی یا خودت که فردا میخوای بیای خیلی راحت تر باشه. هر چقدر کافه رو تمیزتر ببندی، فردا صبح لازمه که دیرتر بیای، یعنی بیشتر میتونی بخوابی، کمتر کار داری واسه آماده سازی و خب اینجوریه. ولی خب وقتی که آدم خیلی خسته است آخر روز یه ذره سنگینه کارای بستن کافه.
یه نکته دیگه یادم اومد بهتون بگم، اونم این که شما اگر که بخواید که الکل سرو بکنین توی اون جایی که کار میکنین، باید حتما یه سرتیفیکیت، یه گواهینامه بگیرید واسه سرو الکل که بهش میگن پروسرو توی کانادا. توی آلبرتا در واقع این اسمش پروسروه، توی ایالت‌های دیگر رو نمیدونم. بچه‌ها اینم یادم رفت اونجا بگم، پروسرو هزینه یادگیریش و کلا گذروندنش و آزمونش و اینا توی آلبرتا که من هستم $25 بود. یعنی شما حتی اگه نخواین تو کافه کار کنین ولی میخواین اطلاعاتتون بره بالا، من این دوره رو بهتون پیشنهاد میکنم. خیلی قیمتش خوبه و خب واسهتون یه سری فرصت‌هایی رو هم باز میکنه دیگه که کار پیدا کنین. اگر که شغلتون با الکل در ارتباط باشه، یعنی حتی پیکی باشین که الکل این ور اون ور میکنه، شما باید این گواهینامه رو داشته باشین. به خاطر اینکه مثلا شما به عنوان یک کسی که داره کامیون شراب و مثلا میرونه و میبره به اون مقصد، موقعی که میخواین تحویل بدین نمیتونین به کسی که کمتر از 18 سال سن داره اینا رو تحویل بدین و از این قانونا دیگه. حالا توی این کورس یا توی این کلاسایی که میگذرونی که زیادم نیست به اون صورت، شما یاد بگیرین که اصلا چه کسی حق داره الکل مصرف کنه، چه کسی حق نداره الکل مصرف کنه و شما تا چه اندازه باید بدین. مثلا یکی از چیزایی که وجود داره واسه اینکه جلوگیری کنین از اینکه یه نفر خیلی مست بشه، استانداردش اینه که توی هر 1 ساعت یک نوشیدنی بخوره. حالا اون یک نوشیدنی اگر که مثلا تکیلا باشه، اگه نوشیدنیایی مثل ودکا باشه که به صورت شات میخورنش، اینجوری باشه خب توی حجم کمتر سرو میشه. اگر هم مثل شراب باشه حالا فرق میکنه، توی لیوان بزرگتر. اگه کوکتل باشه باز فرق میکنه. حالا بر اساس میزانی که شما بهش نوشیدنی‌های دیگر رو اضافه میکنین، 1% الکلی اون نوشیدنی داره که حالا مشخص میکنه که چقدر میشه سروش کرد توی هر ساعت. دیگه چی یاد گرفتیم توی این پروسرو؟ چیزی که من یاد گرفتم این بود که اگر که یه نفر توی کافه باشه، حالا تو کافه ما زیاد پیش نمیاد، اینا بیشتر واسه کلابا و ایناه. اگه یه نفر خیلی مست بشه، شما مسئولیت دارین که مطمئن بشین این آدم چجوری میخواد برگرده خونه. مثلا اگه میبینین که داره میره سوار ماشینش بشه، باید جلوشو بگیرین، باید اطلاع بدین، به خاطر اینکه این آدم ممکنه که بره بیرون و به کسی آسیب بزنه. دیگه چی؟ اگر که حس میکنین یه نفر زیاد مست شده، اگه یه نفر رفتارهایی داره که فکر میکنین که بیش از حد الکل خورده، شما حق دارین که انتخاب کنین که دیگه واسش الکل سرو نکنین. یا اینکه اگر که طرف داستانی درست کرده توی اون مکانی که شما کار میکنین، اگه به کسی اهانت کرده و اینا، شما میتونین ورودش رو منع کنین به محل کارتون و از این قبیل چیزا دیگه. حالا خیلی بحثش گسترده بود پروسرو و من خیلی دوست داشتم، به خصوص اینکه خیلی وقت بود هیچی یاد نگرفته بودم. یعنی خیلی وقت بود که من دیگه دانشگاه و اینا نمیرم، کلاس و اینا نداشتم، دلم تنگ شده بود واسه این چیزا. دیگه اینکه توی کار کافه خیلی مهمه که شما چند تا کار رو بتونین با هم انجام بدین. یعنی شما در عین حال که دارین مشتری‌ها رو اونجا راه میندازین، این نمیره، باید حواستون باشه میزا تمیز باشه، حواستون باشه همه پولشون رو بدن، حواستون باشه که نوشیدنی ها درست بره. من به شخصه هم من هم منیجرم خیلی حساسن که اگر که این نوشیدنی رو اشتباه درست میکنیم، به خاطر اینکه کیفیت کافه حفظ بشه، باید دوباره درستش کنیم و بدیم به مشتری و از این قبیل چیز. یه چیز رو فقط قبل این بگم، اون که کار کافه بچه‌ها وقتی که میخواین شروعش کنین زیاد درآمد بالایی نداره، درآمدش درآمد مینیمومه و کم کم حالا با تجربه کارتون درآمدتون میره بالا. اینم بگم که یه کار خیلی مثلا رد بالایی نیست، ولی اگر که کم کم دیگه مدیر بشین و اینا بهتره، درآمدش درآمد خوبی میشه که میتونین زندگیتون رو باهاش قشنگ بگذرونین. حالا اگه بخواین خونه بگیرین، ماشین بگیرین و اینا،
که اینجا معمولا دیگه همه میتونن این کار رو انجام بدن. آره خلاصه اگه سوال دیگه ای دارین واسه من حتما بنویسین و این ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، هر کاری دوست دارین بکنین و از من حمایت کنین که بیشتر انگیزه بگیرم واسه تون ویدیو بذارم. مرسی که به من گوش کردین، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.